سأنادي هنا شامنا دارنا قلعة المسلمين على الطغاة الحاقدين مهما ارتكبتم من مزايا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چی میگی؟ میخوای اکرم بشی؟ میخوای نزد خدا و رسول خدا اکرم بشی؟ عزیزان من، یک توبه دست جمعی لازمه. چطوری خشم و غضب خداوند رو سرد بکنیم؟ گوش بدید. یه روزی 10 نفر از مهاجرین در حضور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته بودند. از جمله این مهاجرین عبدالله پسر عمر بود رضی الله عنهما. گفت ای عبدالله، من میخوام یه چیزی بهت بگم و به شما مهاجرین خوب گوش بده و سعی بکنید که از جمله این 5 نفر نباشید و سعی بکنید که در قومی که این 5 کار رو انجام میدن شما نباشید. گفت هنگامی که امت من 5 کار رو انجام دادن منتظر 5 چیز باشن. خوب بشمار. هنگامی که امت من 5 چیز رو انجام دادن، 5 کار رو انجام دادن، منتظر 5 کار و 5 چیز از طرف خداوند عزوجل باشن. 1 با تو گوشت باشه. این تهدید ها، این تهدید و بیم و تحذیره و هشداره. 1 هنگامی که امت من در آخر الزمان عمل فاحشه رو بی شرم و حیا و بی پروا انجام دادن و بینشون شیوع پیدا کرده و زمینه برای فساد و فاحشه و مسائل جنسی و تحریک شهوت زمینه رو فراهم کردن در عروسی ها و در مجالس. خداوند عزوجل بر اونها یا در اونها مرگ و میر زیاد میکنه و بر اونها طاعونی میفرسته که بیماری ها و دردهایی میفرسته که در گذشتگانشان اسمش حتی نمیفهمیدن. عزیزان من، امروز نتیجه این فحشایی که خانمانسوز شده، نتیجه این زمینه های فساد و فحشایی که حقیقتا دشمنان اسلام دارن نقشه میکشن که امت اسلام را بکشونن به فاحشه و کارهای زشت و مسائل جنسی نامشروع، داریم میبینیم. عزیزان من، به جاهای رخنه کرده که آدم باورش نمیشه، به خانواده های رخنه کرده که آدم باورش نمیشه. اگر من بگم که دختر یک ملایی معتاد، باورتون نمیشه. یه جایی رفتیم عزیزان من، بهم گفتن که دختر امام زمان و نه پسرش هر دوتا معتادن و تو همون خانواده بنگ و حشیش دارن میفروشن. دشمنان اسلام، امپریالیسم، صهیونیسم، اسرائیل، انگلیس، استعمار جدید تا چه اندازه موفق شده عزیزان من؟ این مراسم زمین سازی برای فساد و فحشاست. کجاست خواهرها؟ من که دارم چیزی نمیبینم جز برادرها. خواهرها پشت بوم تو خونه نشستن، بلندگو براشون نصبه دارن میشنون. اشکال نداشت خواهر اون گوشی می نشستن، مراسم میدن صحبت خدا و اونجا چراغ نبود، نور این طرف، اشکالی نداشت. با آرایش نیامدن، بوی عطرات کلون به مشام نمیرسه، زنی نیست که اینجا برقصه، دختری نیست که مکشوف باشه، پس زمینه برای فساد نیست. عزیزان من، امروز امر فاحشه خیلی آسان شده. خیلی از پدرها و برادرها و پسرها و همسرها بی تفاوت شدن در مقابل ناموسشون. دختر هر ساعتی که به خانه میاد، زن با هر آرایشی که میره بیرون اشکال نداره، با چادر میره، بدون چادر میره، با لباس نازک آستین کوتاه اشکال نداره، کفشش چقدر پاشنش بلند کوتاه اشکال نداره، با آتکلون داره میره، بدون آتکلون داره میره، چطوری میره اشکال نداره. با کی دوسته؟ ما خیلی مشکل داریم. امروز جوامع بشری مشکل داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودن خطرناکترین فتنه‌ای که بعد از خودم بر امتم میترسم فتنه زن هاست. علما بیدار باشید، مردم بیدار باشن، همسرا بیدار باشن. تو که مردی تنها غرش دادن،
تنها صداتو خشن کردن، تنها داد زدن، تنها سبیلتو کلوف کردن، اینها علامت مردانگی نیست. باید ناموستو کنترل بکنی تا زمینه برای فاحشه نباشه. در حدیثی وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر زنی با عطر آسکلون از خونه بره بیرون، تو کوچه، تو بازار، محل کار، هر جایی میخواد بره، تا زمانی که به خونه برنگشته، هی الزانیه الزانیه الزانیه، اذا خرجت المرأة متعطرة فهي الزانیه الزانیه الزانیه. اگر زنی با عطر آسکلون رفت بیرون، تا برنگشته زنا میکنه زنا میکنه زنا میکنه، چون که حب زنا کردن در دل جوان رو تحریک میکنه و شهوت رو درش زنده میکنه. پس مثل این که خودش داره زنا میکنه، این مردش کجاست؟ این بابای این زن کجاست؟ برادرش کجاست؟ پسرش کجاست؟ غیرت و مردانگی کجا رفته؟ امت اسلام، ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، ای کسانی که غیرت داری، ای کسانی که آبرو و ناموستون رو دوست داری، ای کسانی که ایمان داری و از خدا میترسی، تنها کافی نیست که خودت نماز بخونی، باید زنت و ناموست هم کنترل بکنی.